نغمه هنرمند خوشنام کشور وفات کرد. افشای حقایق و رازهای باور نکردنی زندگی جنجالی نغمه در امریکا. نغمه به چی دلیل از همسر دومش جدا شده بود؟ نغمه چرا دیگر به کارهای هنریش نمی پرداخت؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. بانو نغمه که مشهور و محبوب یکی از هنرمندان خوش صدای کشور است. وی از کندهار زیبا می باشد، ولی در سن 6 سالگی با خانواده‌اش در کابل کوچیدند و تحصیلات دوره لیسه اش را در مکتب الفت در مکرویان سپری کرد. نغمه در سن 18 سالگی با آنکه منصبدار بود توانست آهنگ نشر کند. آهنگ‌های نشر شده توسط بانو نغمه حمایت گسترده‌ای از طرف مردم افغانستان شد و در یک مدت خیلی کوتاه به اوج شهرت و محبوبیت هنری رسید. نغمه با منگل هم مسلک هنریش ازدواج کرد و ثمره ازدواج این دو 5 فرزند می باشد. نغمه بعد از تحولات سیاسی اول در کشور افغانستان را به مقصد امریکا ترک کرد و در آنجا از منگل جدا شد و باری دیگر ازدواج کرد. نغمه مسالک کنسرت‌هایی برای دوزاران و طرفداران صدایش در سرتاسر جهان برگزار می کرد و حمایت گسترده می شد. نغمه نه تنها علاقمندانش در افغانستان بلکه در پاکستان هم بیشمار می باشد. بانو نغمه این روزها تصاویرش در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی وفات کرده است، اما کاملا این تصاویر دروغ و شایعات است. بانو نغمه صحت خوبی دارد ولی به دلیل نامعلوم مدت می شود کاملا از کارهای هنریش به دور است. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این بانوی هنرمند از بارگاه عزت الله یزال استدعا دارم و در انتظار نشر تازه ترین آهنگ‌ها از بانو نغمه خواهیم بود. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درودی دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.